اینستاگرام آنچنان مشهور شد که بعضی حیات خود را به اینستاگرام تصور کرده نمی‌توانند و بعضی دیگر باشند تمام حادثه در حیات خود شده را در اینستاگرام پخش می‌کنند. تمام حادثه را در اینستاگرام در یک شبانه روز زیاد از 100 میلیون پست پخش کرده می‌شود. هر یک هفتم آدم در دنیا اینستاگرام استفاده می‌برد. اما دوستان عزیز، امروز گپ درباره اینها نیست. خوش آمدید دوستان، شما در کانال تیل بلاگ تیجی میباشید و امروز در برنامه ما تاپ 10 اکانت مشهورترین اینستاگرام. دوستان عزیز، یادرسانی میکنیم که شخصان بسیار آبونه داشته در اینستاگرام نظر به یوتیوب بلاگر نیستند. شخصان مشهور در اینستاگرام در حیات هم مشهور هستند. بعضیشان فوتبال باز، بعضی اکتور و بعضی دیگر سرهنده میباشند. و نگفته نماند که همه این استاتستیکا با وقت نوشتن سناریوی ویدیو درست میآید. جای دهم، نیمار، یکی از مشهورترین فوتبالباز روی جهان از برزیلیا. نیمار حالا در کماند PSG فرانسه کریر خود را پیش برده ایستاده است. نیمار عادتاً در اینستاگرام خود رسم‌های با عائله‌اش و دوستانش گرفته را پخش می‌کند و صاحب 124 میلیون آبونه‌چی میباشد. جای نهم، لیو مسی، از نیمار مشهورتر فوتبالباز دیگر از آرژانتین که کریر خود را از خردی در بارسلونا اسپانیا پیش میبرد، لیو مسی میباشد. هر هفته فوتبالباز رسم‌های عائله و نزدیکان خود را پخش می‌کند و بغیر این باز کم کم از میدان فوتبال رسم و ویدیو هم در اینستاگرام خود میگذارد و عین حال شماره آبونه‌چی‌اش به 128 میلیون نفر میرسد. جای هشتم، بیونسه، سراینده آمریکایی بار اول در سالهای 90 مشهور شدگی بود و حالا باشه در اینستاگرام خود 131 میلیون آبونه‌چی دارد و عادتاً در اینستاگرام خود لباس‌های گوناگون پوشیده رسم میگیرد. جای هفتم، کایلی جنر، مدلی آمریکایی که در سال 2019 از همه بایترین میلیاردر به حساب گرفته شد. او در اینستاگرام خود رسم‌های خود و کودکش را پخش میکند و باز کسمتیک و دیگر چیزهای پارتنرهای خود را رکلام میکند. شماره آبونه‌چی‌اش باشند به 143 میلیون نفر میرسند. جای ششم، کیم کارداشیان، از سبب تلشوی عائله کارداشیان مشهور شد. در اینستاگرام خود رسم‌های گوناگون خود و فرزندش را میگذارد و شماره آبونه‌چی‌اش به 146 میلیون نفر میرسند. جای پنجم، یک از قیمت‌ترین اکتور رسلر آمریکایی و اسکالا. آنها درباره همین اکتور همه میدانند. دوین جانسون در اینستاگرام خود رسم‌ها از سپورتزال، کادرها از فیلم و رسم‌های عائله خود را میگذارد. آبونه‌چی‌اش باشد به 153 میلیون نفر رسیدند. جای چهارم، سلینا گومز، سرهنده و اکتریس آمریکایی، شماره آبونه‌چی‌اش 155 میلیون نفر میباشند. عادتاً در اینستاگرام خود پارچه‌های حیاتی خود را میگذارد. جای سیوم، آریانا گرانده، سرهنده دیگری آمریکا که در اروپا هم مشهور است. اساس در اینستاگرام خود رسم‌های گوناگون خود را میگذارد و کسمتیک و دیگر چیزها را رکلام میکند. شماره آبونه‌چی‌اش 162 میلیون هستند. و جای دوم، شخصی از همه مشهورترین در اینستاگرام و در حیات هم مشهور است، این کریستیانو رونالدو می باشد. رونالدو اساس در اینستاگرام خود رسم‌های عائله‌اش، کادر از میدان فوتبال و کم کم رکلام‌ها را میگذارد. و باز به شما میرسانیم که یک پست کریستیانو رونالدو نرخش 975,000 دلار آمریکایی می باشد. شماره آبونه‌چی این فوتبال باز به 179 میلیون نفر میرسند. جای یکم، اینستاگرام. بله، این یکمین اکانت در اینستاگرام می باشد و نامش هم اینستاگرام است. آبونه‌چی‌اش قریب 1 برابر از رونالدو زیاد می باشد، 309 میلیون نفر. در این اکانت پست ها از تمام اکانت اینستاگرام گرفته می شود. قریب هر روز یک پوبلیکاسیون نو. و این بود برنامه نوبتی ما. با شما هستیم تیل بلاگ تیجی. تا برنامه نوبتی خوش باشید.